بیمار شدم. یک روزی بیمار شدم، خیلی بیمار شدم، حالم برتنگ اومد، از جانم بیزار شدم. رفتم به نزد دکتر، گفتم که اکای بور سلامتی نوسازای اومدم ای راه دور. یک بار هم نگاه کرد، او خیلی آه واه کرد، ای پرسیدن بسیار حال مرا تباه کرد. دردت گفت عجب ای، مثل درد رجب ای، بین تو و بین مرگ با فکرم یک وجب ای. گفت یک روده شکاف ای، خونت هم آبی صاف ای، هر بلایی که باشد با فکرم گرد نوف ای. باز گفت دادر داری یارو برادر داری، تو برای طبابت یگان $100 داری، چون که نرکوز نداری، یک چیزی سوز نداری، از برای جراحی حتی مقراض نداری. گفتم کار سر کن، تو گپم مختصر کن، ما میکنیم روزی رهایی از خطر کن. در گرد من در زدن، دست و آستین بر زدن، برای یک جراحی یک شب تا سحر زدن. برآوردن روده را، کندن گرده را، گیا به قول خودشون زنده کردن مرده را. گفتن سوختنش مون، هم خونه رفتنش مون، رفته پول بیارید فقط یک دختنش مون. مشفقیم و دلسودیم، دیدی چی خیل میسودیم، تا پولمون نگیریم یگان کوک نمیدوزیم. دو سه روزی حسابی برآمدم پولکابی، نه خانه غرمی مون نه خانه کلابی. خلاص 3 شب و سحر در بیرون دل جگر، تا پولا نیاوردیم ندوختندش سر به سر. از شما دارم امید تا که یک گپک زنید، به خاطر مصطفی همه یک چپک زنید.